بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در راستای بررسی تطابق اشعار حکیم فردوسی بزرگ با آیات قرآن، یا آیه هستش، آیه 159 سوره آل عمران، که خداوند می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. سبای شأن نزول این آیه که در رابطه با افرادی هستش که از جنگ احد فرار کردند و برگشتند و کمک نکردند به پیغمبر و اینها. خداوند به پیغمبر فرموده که رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی کرده. لنت لهم، میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تندخوی و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو پراکنده میشدن. حالا فاعف عنهم، از آنان درگذر، نه تنها از آنان درگذر، و استغفر لهم، و برای آنان طلب آمرزش کن، از خدا طلب آمرزش بخواه، تازه به اونا شخصیت هم بده. و شاورهم فی الامر، و در امور با اونا مشورت کن. اما فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. همه رأی با مرد دانا زنید، دل کودک بی پدر مشکنید. از اندیشه دیو باشید دور، گه جنگ دشمن مجویید سور. هراسان بود مرد سخت کار، که او را نباشد کسی دوست دار. وگر سستی آرد به کار اندرون، نخواند ورا رأی زن رهنمون. همچنین گر از کاهلان یار خواهی به کار، نباشی جهان دار و مردم شمار. نگر خویشتن را نداری بزرگ، وگر گاه یابی نگردی سترگ. چو بدخو شود مرد درویش خوار، همی بیند آن از بد روزگار. به بیچیزی و بدخویی یازد اوی، ندارد خرد گردن افرازد اوی. شما را شب و روز فرخنده باد، به دانش